در میدان قسم حربی قشون‌های زودعمل وزارت مدافع جمهوری تاجیکستان واقع در ناحیه رشت دعوتشوندگان از ناحیه‌های منطقه رشت به طور اختیاری برای شامل شدن به صف ارتش ملی حاضر گردیدند. رفت چاره‌بینی با شکوه از حس وطندوستی جوانان ناحیه‌های لخش، سنگوار، رشت، تاجیک‌آباد و نورآباد شهادت می‌داد و این مسئولیت شناسی باعث اجرای نقشه دعوت تیره‌ماهی گردید. در همایش روز دعوتشونده نمایندگان مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه‌های منطقه رشت، مقامات حفظ حقوق، وزارت مدافع جمهوری تاجیکستان، پدر و مادران دعوتشوندگان و سابقه‌داران و فعالان جامعه اشتراک نمودند. خدمت در صف قوه‌های مسلح برای هر یک فرد با ننگ و ناموس و تندرست و خودآگاه مکتب حیات و جوانمردی است، زیرا در این مکتب جوانان درس شجاعت و مردانگی گرفته حفظ مرز و بوم وطنی عزیزمان را می‌آموزند. این است که در روز یکم دعوت تیره‌ماهی به صف ارتش ملی جوانان ناحیه‌های منطقه با درک مسئولیت و حس بلند وطندوستی اختیاراً به کمیسریات‌های حربی حاضر شدند. آمادگی خود را برای خدمت در قسم‌های نظامی مملکت به خاطر حمایت مرز و بوم وطن اجدادیمان بیان داشتند. من پس از ختم دانشگاه به نزد خود مقصد گذاشتم که باید طرز فرزندی خویش را ادا نموده به خلق و وطنم خدمت نموده. خدمت به وطن باید مایه افتخار هر یک جوانمرد باشد. اختیاراً به کمیسریات حربی ناحیه سنگوار حاضر شده برای ادای خدمت وطن مادر به صف قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان سفربر می‌شوم. از تمام جوانان سن و سال دعوتی خواهش می‌نمایم که برای خدمت حربی وطن مادر و قرض فرزندیشان را در نزد وطن ادا نمایند. خدمت در صف قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان برای هر یک جوانمرد افتخاری بلند است. در این روز با شکوه به نوازکارانی که کرسی رانندگی را ختم نمودند شهادتنامه‌های رانندگی سپاریده شد. در میدان قسم نظامی نوازکاران مشق‌های نظامی آماده نموده سربازان را تماشا نموده والدین فرزندان خود را به دوست داشتن وطن و خدمت صادقانه هدایت نمودند. ما مادران بسیار مادران خوشبخت هستیم که در دوران صاحب استقلالی کشور فرزندان خود را به وایه رسانده ایستاده ایم. فرزندم را اختیاراً همچون زن راهبر به صف قوای مسلح جمهوری تاجیکستان سفربر نمودم. امروزها شرایط در خدمت خوب است. من از تمام مادران دعوت به عمل می‌آورم که فرزندان خود را سفربر نمایند برای پیوست شدن به صف قوای مسلح. خدمت وطن مادر قرض شهروندی هر یک جوانمرد وطن دوست بوده. امروز نوازکاران ما با این جسارتشان همچون قهرمان برای نسل‌های من بعده به شما رفته نه تنها مایه افتخار والدین بلکه شایسته افتخار وطنی عزیزمان میباشند. حمایه مرز و بوم وطن، حفظ ارزش‌های ملی، پاس داشتن دستاوردهای زمان صاحب استقلال کشوری عزیزمان رسالت هر یک شهروند مملکت می باشد. بعد ختم دانشگاه اختیاراً به صف قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان شامل گردیده سربلندانه ادای خدمت می نمایم. خدمت در صف قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان شرف بزرگ مردانگی است. در این چاره‌بینی نوازکاران از جوانان جمهوری دعوت به عمل آوردند که خدمت در صف قوه‌های مسلح مایه افتخار هر یک جوان وطن دوست بوده. آن را تنها جوان پیشه می نماید که مسئولیت و حس بلند وطنداری و خویشتن‌شناسی داشته با پیروی از گذشتگان خود همیشه برای حمایت مرز و بوم وطن اجدادی خویش آماده باشند. چطوره که اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت جناب عالی محترم امام علی رحمان در برآمدهای خود یعنی قید نموده دائما تاکید می‌نماید که برای نسل نورس یکی از مهمترین مکتب آب و تاب حیات این خدمت در صف قوه‌های مسلح مملکت است. محض ما جوانان در صف قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان ادای خدمت نموده برای حمایت از مرز بوم وطن عزیزمان صادقانه، صافدلانه، پاک وجدانانه ادای خدمت نماییم و ما محض جوانان ناحیه لخش تصمیم گرفتیم که در صف قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان ادای خدمت نموده وطن عزیز خودمان را حمایت نماییم. محض با درک این مسئولیت پنج ناحیه منطقه رشت در فضای تنتنوی نقشه دعوتی را زیاده از 100% اجرا نمودند.
дар анҷоми ҷамъомади тантанавӣ дастаи ҳунармандони бахши фарҳанги ноҳияҳои минтақаи рашт барномаи иборат аз садоқат ба ватан ва ифтихори миллиро манзури ҳозирин карданд.